Hey what's up gang سام نایت هستم. خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. تو این ویدیو قراره به تبلیغات ژاپنی ریاکت بریم. خب من تبلیغات ژاپنی دیدم که واقعا عجیب غریبن. ببینیم تو این ویدیو از این تبلیغات عجیب چیا میبینیم. بریم سراغ ویدیو بدون وقت تلف کردن. اصلا نفهمیدم چی رو داره تبلیغ میکنه. پشه‌کش، اسپری پشه‌کش داشتن تبلیغ میکردن. این چه تبلیغ چی بود؟ KFC کنتاکی بود. نمی‌کنه انرژیزاست. 生活習慣が気になったら第一生命の自分ケア。はい、伏せて。این تبلیغ اصلا نمیشه بعضی تبلیغاتشون رو فهمید تبلیغ چیه واقعا. مشکل اصلی همینه، نمیشه فهمید تبلیغ چیه. تبلیغ گوشیه. تبلیغ گوشی. گوگل پیکسل. مثلا بعضی تبلیغاتشون نمیشه فهمید تبلیغ چی رو میکنن. شما اگه میفهمید رو از تبلیغات رو بهم بگید، مثلا تو کامنت ها بنویسید. این انیمه ها خیلی ولی باحاله. این تبلیغ انیمه ها رو هستم. زیادم عجیب نیستن تبلیغات این ویدیو. باید بگردم عجیب تراش رو پیدا کنم. تبلیغ آب معدنیه. روپلاک بود. چی بود؟ پیتز بود. مایع دستشویی. تولید کننده لوازم پلاستیکی یا فروشگاه آنلاین شاید. بیسکویت حرف میزه. یه رازه. انرژی بار. تبلیغ انرژی بار. احساس میکنم توی ژاپن این افراد تازه کار و شرکت هایی که افرادی که خودشون مثلا به صورت مبتدی آماتور شروع کردن تولید تبلیغات، اینا مثلا میان اینا رو تولید کنن.
گروه های حرفه‌ای نیستن، شرکت های حرفه‌ای نیستن. یعنی چی؟ یکی فیگور میگیره بقیه مام زیر بغل بهش میزنه. 世界進出僕ならむしろ世界呼んじゃいますね。カモンワールドダミノスペイン、フランス、ポーランド、オランダ、呼んじゃえ世界の肉ピザ。いい日のみの日、ドミノピザ。 تبلیغاتی که واسه برندهای خارجی میکنن اگه نگاه کنید خیلی موجه‌تر و بهتره. این نشون میده که حالا تبلیغات بعضی برندهای محلی و حالا به صورت گروه های آماتور انجام میدن، این همه عجیب غریب در میارنش. کلا هم تبلیغاتشون سورپرایزیه، متوجه نمیشید چی رو دارن تبلیغ میکنن. すいません、めっちゃうまいっす。みんなのオールフリーサワーテイストも。 این الان تبلیغ چیه؟ ソフトクリームの上だけソフ داداش من همچین تبلیغی داشته باشم مواد خوراکی اصلا نمیخورمش. 困った土地を高額査定太陽の太陽の太陽のすごいとこあなたの土地を有効活用 خیلی هم عجیب غریب نبودم. タラチドテミファソラシド سس سویا タチだ北海道のタレやソラチしゅぶしゅぶのタ سس سویا ドンタコ吸ったらドンタコスドンタコ吸ったらドンタコスドンタコ吸ったらドンタコス 嬉しい、もうすぐ新しいトンタコスが食べれる。 ドンタコ吸ったらドンタコ تبلیغ بازیه یا ドンタコ吸ったらドンタコ吸ったら تبلیغ رو گفت؟ تبلیغ اسنکه، چیپسه. عزیز نری؟ ロマン نه. スが ロマンス این هم که اپلیکیشن مانگا کمیک خون، مانگا خون. 仕事の日も息磨きしたレッツ息磨きお出かけの日も息磨きしたレッツ息磨きあなたの息に新習慣レッツ息磨きミンチアブリーズクリアプラスマイルだ LINE も LINE のトークも通話もまさかどれだけ使っても LINE ギガフリーなんてお得な安くやっちゃいな。なのに安いお安いだけじゃないも LINE も検索 این تبلیغ چی بود دقیقا؟ 電気プスタート。ポイントが新幹線や特急に使えていろんな場所にとってもお得に行けちゃいます。ポイントでどこ行く？ یا فکر کنم یه ニゴリにかわいいかわいいニゴリコラボ限定クエストも今だけのかわいいキャラもニゴリかわいい2.5次元のエリさんコラボ開催かわいさが爆 تبلیغ بازی انیمه ایه. این موزیک اوپنینگ یه انیمه ای بود فکر کنم، از رو اون برداشتم موزیکو. گفتم این انیمه ها رو هستم، این انیمه ها رو خوب در میارن. این تبلیغ باحالیه، این تبلیغ باحالیه. 満ちてる君はいい顔だ。チャージ&ゴーアクエリアス。聞いたことない春だけど僕らの اگر نمیشه فهمید موضوع چیه، یعنی سورپرایز میشی. اوه توکیو غول، بازی توکیو غول هم ندیدم فصلهای آخرش، فقط 2 فصل اول رو دیدم. میگن خراب کردن 2 فصل آخرش و فصلهای بعدیشو، ولی شاید برم ببینم. やばいやっとカップの食べれる カップルクーラーが
این ژاپنی‌ها عاشق تبلیغاتی هستن که فکر کنم سورپرایزشون کنه. کلا تبلیغات دیدم که تبلیغ مکدونالد 夕方5時からだご飯チキンタツタ今年はタルタル南蛮もご飯チキンタツタ UK のデリシャスご飯タツタお得なクーポンも دیدم که تبلیغ مکدونالد بود. 任天堂スイッチは2へピタッとくっつくジョイコン2画面はでっかく鮮やかにマウスでもプレイすることができますゲームをしながら会話が弾む顔を見ながら一緒に遊べる最初のソフトはマリオカートの最新作から スイッチ 全てが新しい任天堂スイッチ2 چقدر گرون شده کنسولا واقعا الان پی سی پلیری خیلی به صرفه تره چون خب بازی های بیشتری و به صورت رایگان حالا میتونی داشته باشی کنسول که بخری باید دیگه بازی ها رو بخری واسش بازیاش هم خیلی گرونه اصلا عرض مثلا بعضی وقتا یه بازی توی یه کنسول است توی یه کنسول دیگه نیست خاطر همین پی سی کلن به نظرم با صرفه تره به صرفه تره این هم یه بازی حتما بازی انیمه داره تبلیغ میکنه شت الان 6 صبح دارم ویدیو ضبط میکنم باید هم دانشگاه و کار و یوتیوب هم کلن هندل کنم همزمان الان هم فصل زیبای البته اردیبهشت تموم نشده کم کم وارد فصل امتحانات میشیم جوجو بلیزارد جوجو ادونچر تبلیغ بازیشه یا تبلیغ کلا همون فیلمشه انیمشه خب این پارت هم تموم شد ممنون که تماشا کردید حالا که تا اینجای ویدیو تماشا کردید حالا که تا اینجای ویدیو تماشا کردید معلومه که خوشتون اومده پس حتما سابسکرایب کنید زنگوله نوتیفیکیشن کنارش هم بزنید لایک و کامنت هم که یه مایت خیلی بزرگ انتقادی پیشنهادی مشکلی ایرادی داشتی توی کامنت ها بنویسید حتما میخونم خلاصه اینکه تا دیدار دیگر بدرود خدا نگهدار پیس